الو الهام سلام علیکم. بله دکتر. تبریک همگویم می شود. توبت پورا انجام یافت. نه خود دکتر. اشکالی که با شما معلوم بود در داخل مهلت توبت دلیل بلغم شما پورا منفی برآمده است. شما اکنون آدم سالم به حساب می روید. یعنی من از بیماری سیل پورا شفا یافتم. دکتر جان با من فهمید. برای چی محض من به این بیمار گرفتارم؟ هر یک شخص میتواند به این بیماری گرفتار شود. شخصان سیرایت یافته در عموما در عالم خیلی زیادند، لیکن یک نمود عامل‌هایی هستند که ارگانیسم انسان را یعنی مقاومت ارگانیسم انسان را ایمنیتت انسان را پست می‌کند. از همین لحاظ همین میکروباکتریای سیل در ارگانیسم شما خروج یافته است. من دیگر در بیمارخانه خوب کردن نمی‌خواهم. الهام جان کمتر آرام باش. از بس که تحلیل بلغم شما مثبت است، شما شخصی سیرایتناک حسابیده می‌شوید و برای اطرافیان مخصوصا با اهل عائله خود خطرناک می‌باشید. از همین لحاظ الهام جان ما اصلا شما رو باید در بیمارخانه حتما خوب کرده طبابت کنید، لیکن از بس که شما خواهش خوب کردن ندارید هیچ گپ نیست. در خانه یک حجره علاهیده معین کرده، یعنی که شرایط مهیا میکنیم، هوای خانه را تیز تیز تازه کرده از دهانپوشک‌ها استفاده میکنیم و توبت میکنیم. تشویش نشوید آنجا. در مهلت‌های اول توبت هنگام استفاده درست داروهای ضد سیلی شما الکی برای اطرافیان به خطر یعنی به ضرر استفاده میشود. الهام جای ترس نیست. بیماری سیل توبه شونده است. من که کارمند اجتماعی هستم در رفع توبت در برابر دکتر با تو یاری میدیدم. خوردگیش را قید می کند. تمام بدنش درد می کند. من طاقت دیدن چنین حالی او را ندارم. نمی شود این داروها را نخورد. داروهای ضد سیلی تاثیر نامطلوب خودشان را دارند، یعنی که هنگام استفاده داروهای ضد سیلی حالت‌هایی می‌شود که دردی بغم‌ها پیدا می‌شود، دل به‌حضوری در بیمار یا که بالاخره تا قید کردن. لیکن این حالت‌ها معنی را ندارد که شخصی بیمار داروهای ضد سیلی را به سبب همین حالت‌ها منع کند. مادر جان می‌دونید قطع کردن طبابت عاقبت‌های خیلی سنگین دارد. حتی با شکل متوجه گشته بیماری سیل که خیلی توبت دراز دارد و همون نمود گذاشتن این بیماری پسر شما یا اینکه مادر پورا شفا نیافتن هم فرزند از همین بیماری وارد می‌شود. از این لحاظ برای یعنی که رفع این حالتی که به فرزند شما شده است داروهای علاهیده می‌نویسیم، فرمایش میدیم و هنگام استفاده اونها این حالت‌ها برطرف می‌شود. لیکن در هر یگان حالت قطع کردن دارو برای فرزند شما اجازه داده نمی‌شود. مادر شما باید یک شخصی باشید که دلالت کنید هر روز رو گفته که انا داروها رو خورده به شده یا که دیگر شده، یعنی که باید دستگیری روحی کردن نکن و حتما داروها رو بی تنفس تا آخرین مهلت تا همون لحظه که ما خوردن دارو رو من میگیم فرمایش میدیم تا همون لحظه استفادهش حتمی است. از دارو خوردنم بیزار شد. این سر نشد. این حالت ها میگذرد. ما چندین کسان رو نظارت کردیم شفا یافتند و هیچ وجه از خوردن دارو سرپیچی نکنید. شفا می‌یابید. الهام سلام الهام. میدونی چی؟ بله خودی دکتر زنگ زده با من گفتند. تبریک. این پیروزی است. تشکر بیلاور جان. هم به شما هم به اون دختری که الهام جانی مرا معالجه کرد. مادر جان فرزند شما باید پیش از همه از خودش میندار باشد، زیرا نقش او بسیارتر بود. ایستادگی کرد و شفا یافت. آفرین.
мо бошем ҳамчун кори ҳамарӯзаамон барои беморони маҳаллаамон кӯмак мерасонем. این کاری آسان نیست. دلوار، من میتوانم در این کار با شما همراه شوم. барои чӣ не? ин кӯмак хеле калон мешавад барои маҳаллаамон. барои ин кор хоҳиши лозим асту? як дучарха. نقش شما در تبابت با موفقیت شخصان بیمار سیل مهم است.